خب دوستای عزیز، همکارای گرامی، اولین طرح درآمدی کسب درآمد از کلیک تبلیغاته که شما با کلیک کردن یا بازدید تبلیغاتی که هر روز به شما میده میتونید پول در بیارید. برای این کار میریم وارد این قسمت میشیم، کسب درآمد از تبلیغات. اینو کلیک میکنیم. حالا ببینید چند تا گزینه وجود داره. این قسمت اول تبلیغات موجود برای کلیک رو نمایش میده که اینجا من 2025 تا تبلیغ الان دارم که بخوام بازدید بکنم. اینجا تبلیغاتی که الان میتونید کلیک بکنید که اینکه چند تا تبلیغ دارید رو نشون میده. گزینه دوم درآمدمون رو نشون میده. هر کلیک انجام میدیم، هر کلیکی که میکنیم درآمدش اینجا به ما نمایش داده میشه که الان درآمد من 4,417,000 تومانه که به ریالش رو هم اینجا داره نشون میده. درآمدهایی که برداشت کردم رو اینجا نشون نمیده، فقط درآمدهایی که الان دارم و میتونم برداشت کنم هنوز برداشت نکردم رو داره نشون میده. این قسمت روی خود تبلیغ داره نمایش میده که درآمد شما از کلیک این تبلیغ چقدره. الان درآمد من از کلیک این تبلیغ اینجا 1000 تومنه. هر تبلیغ کارمزدی که به ما میده متفاوته. ما از 10 تا تک تومنی یعنی 100 ریال تبلیغ داریم کارمزد تا 50 تومن، 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن، 2000 تومن. توجه داشته باشید که اینجا به صفرش توجه داشته باشید. بعضی از دوستان تا شروع میکنن 50 تا تک تومنی دارن، فکر میکنن 50,000 تومنه. اینجا هم به ریالشو داره به شما میگه، هم به تومنشو داره میگه. پس حواستون رو جمع کنید. خب حالا از کجا ما تبلیغات رو نگاه کنیم؟ ببینید این قسمت، این کلیک تبلیغ و دریافت درآمد رو که ما کلیک بکنیم به ما کارمزدش رو میده. الان من ببینید 4,417,000 تومانه. اینو کلیک میکنم، ببینید 418,000 تومان. کلیک درآمدش اضافه شد، کلیک درآمدش اضافه شد. 1 ثانیه زمان میبره که این تبلیغ رو من کلیک بکنم. اگر از تبلیغ خوشتون اومد مطالعهش میکنید، اگر خوشتون هم نمیاد ازش رد میشید و سریع کلیک رو میزنید و درآمدتون رو حالا اضافه میشه به این قسمت درآمد. بعدا میتونید برداشت کنید. ببینید کلیک کلیک کلیک، ببینید هی درآمدش داره اضافه میشه و تبلیغ بعدی میاد. این نحوه دیدن تبلیغات هستش به همین راحتی. فقط به این نکته هم توجه داشته باشید که درآمد شما تو کیف پول واریز نمیشه. این قسمت پایین به این کیف پول واریز نمیشه. تو قسمت داشبورد پایین صفحه درآمداتون رو اونجا نشون میده. این رو هم توجه داشته باشید.